گزارشی خواهم داشت از کنفرانس سال شما مینا علی زمین رو بودم دارم و مینا علی خواهش می‌کنم که بگن کنفرانس بشه هدف و چه کسانی شرکت کردن و از طرف خبرنگارها چه کسانی استقبال کردن. بغدادی رهبر القاعده توی عراق یه دونه فتوا داده و حتی نوع کشتن لاش را هم معلوم کرده و مقدار زیادی پول تعیین کردن که اگه کسی مثلا سرش رو ببره و این بحث این فتوا در جامعه سوئد و در سطح بین المللی با عکس العمل خیلی شدیدی مواجه شده. کنفرانس ما اتفاقا یکی از سخنرانامون خود لاش بود، از قبل دعوت کرده بودیم و خوشبختانه امروز تو این کنفرانس شرکت کرد با وجود اینکه اقدامات امنیتی شدیدی در مورد خود اون اجرا میشه، ولی خودش گفته شد تو رسانه‌ها که همه به اصطلاح سخنرانی‌هاشو کنسل کرده به جز جلسه امروز که اومده. تو این جلسه الان خبرنگاران زیادی حضور دارن از کشور سوئد و همینطور مردم استقبال زیادی از این جلسه کردن. ما الان سخنرانی کردیم، تعداد زیادی از سخنرانایی که قرار بود صحبت بکنن حرف زدیم و بعد از استراحتی که داده شده جلسه ادامه پیدا خواهد کرد و به سوالات خبرنگارا پاسخ می‌دهیم. من اضافه کنم که فکس نیوز اینجاست، از هلند خبرنگاران اینجان، از آلمان، از نروژ و از انگلیس. من میخواستم که از مینا بخوام که خودش راجع به چی صحبت کرد و چه چیزی پیامش رو چیه به مردم که در این کنفرانس شرکت کردن. من از طرف سازمان اکس مسلم صحبت کردم و کوتاه گفتم که چرا این کمپین را ما شروع کردیم، چون همه میگن که مذهب امر خصوصیه و تعداد خیلی از ما هیچ وقت مسلمان نبودیم، ولی الان اومدیم گفتیم که یک کمپین درست کردیم به اسم اکس مسلم. هدف ما این هست که در مقابل یه جنبشی که سیاسی هست و کاملا عقب مونده، ارتجاعی و داره حمله میکنه در خاورمیانه و در کشورهای اروپایی به حقوق و به اصطلاح مدنیت و به آزادی بیان، در مقابلش بایستیم. ما یه جنبش هستیم، یه جنبش سیاسی که در سطح بین المللی داریم فعالیت میکنیم. سازمان اکس مسلم و فعالیت ما مورد توجه خیلی شدید رسانه ها قرار گرفته. الان میلیون ها نفر ما رو میشناسن، با این کمپین آشنا شدن. همین هفته واشنگتن پست روی جلدش عکس ما رو زده و در مورد این کمپین گزارش تهیه کرده. ما کنفرانسی که در کشور آلمان داشتیم 113 شبکه خبری بودن، در هلند حدود 70 شبکه خبری شرکت کردن و الان میبینیم که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی اینجا حضور دارن. من اونجا نکته‌ای که می‌خواستم بگم به خود لاش می‌خواستم بگم و نکته محوری صحبتم این هست که سازمان‌های اسلامی، سازمان‌های ترور اسلامی وقتی فتوا میدن اصلاً نباید از اونها ترسید، اصلاً نباید جا زد. اینا رهبراشون تو ایران ریش و پشمشون ریخته در مقابل مردمی که اعتراض میکنن، در مقابل جنبش سکولار که در ایران وجود داره و من به خودم اجازه دادم از طرف میلیون ها نفر مردم ایران، مردم سکولار در منطقه، آتئیستا، سکولاریست‌ها و روشنفکران در کشورهای اسلام زده و همینطور مردم مترقی در کشورهای اروپایی دست دادم با لاش به صورت سمبولیک و گفتم ما با تو هستیم، ما علیه سازمان‌های تروریست اسلامی هستیم و این فتوا را باطل اعلام میکنیم و نه فقط این بلکه اعلام میکنیم که تاریخ مصرف سازمان‌های اسلامی به سر اومده و دوره اینا تمام شده، دوره مماشات با سازمان‌های اسلامی. ما دولت‌های غربی رو تحت فشار خواهیم گذاشت به خاطر سیاستی که دارن و در این حال میلیتاریسم غرب رو، دولت آمریکا رو محکوم میکنیم. ما جبهه سوم هستیم و اومدیم به میدان و دیگه هیچ سازمان اسلامی نباید جرأت کنه فتوا صادر کنه و به فتوای البغدادی هم بیشتر باید خندید. این رو باید به مزاح گرفت و این جلسه نمونه‌ای هست از اینکه مردم معترضن و همه دارن اعتراض میکنن. با تشکر از مینا علی. در ادامه برنامه گزارش‌های دیگه‌ای برای شما عزیزان خواهیم داشت.